باشه و همیشه شاد باشه. امروز میخوایم یه رانندگی داشته باشیم توی رشت. خیلی وقت نداشتیم، کم آخریش مال برف بود یه اشتباه نکنم اوایل اسفند. اینجا میدون گلسار یا همون چهارراه گلسار یا میدون انصاریه. روبروی ما خیابان تختیه، قبلا ازش ولاگ گرفتیم، هم قدم زدن هم رانندگی. الان میخوایم بریم سمت لبه آب یا همون رودخونه زرجوب، خیابان طالقانی هم بهش میگن، شریعتی بباشه. اینجا میگن لبه آب، رودخونه زرجوب. میخوایم بریم سمت تازه‌آباد و جانبازان اونور آج بیشه، بعد دوباره برگردیم بیایم سمت نیرو دریایی. اسم منم که مرتضاست. مخلص شما. امروز هم 12 اردیبهشت، ساعت هم 9:42. جمعه است امروز. جمعه رو انتخاب کردیم، هم خلوت‌تره، ترافیک کمتر میخوره، ولاگ تایمش کمتره، حوصلتون سر نمیره. امروز هم میخورده غیر عادی دیگه، اینقدر مغازه محل ما تو سوپرمارکت هم حتی باز نبود، نمیدونم چرا. روز معلمم به معلمای عزیز تبریک میگم. امروز روز معلمم هست. من پدر خانم مادر خانم هر دو معلمن. اینجا هم شلوغ نونواییه. اینجا لبه آب معروفه، چیزی که من میدونم. سمت چپ ما رودخونه زرجوبه. میدون گلسار که بود مستقیم میرفت طرف انزلی، میدون فرزانه. سمت چپمون هم میرفت سمت گلسار و اینا. از گلسار گرفتم، ولاگ امروز نمیدونم به گلسار ختم میشه یا نه. فعلا بحث اصلی اینه که طرف جانبازان رو خیلی وقت نگرفتم و توضیح ندادم. این گرفتن و رانندگی تو داشت همه جا رو گرفتم، ولی اینکه توضیحات رو بدم و معرفی کنم تو 4-5 تا 3-4 تا ولاگ آخر بوده. میگم دوستان دوست دارم، ما گفتیم چشم. این بر دست راست میره به سمت شهرداری و خیابان مطهری. میخوای دست چپ هم میریم، بعد دوباره تو خود راه گرفتن از اونور سخته. میدون راحت هم شد. اسم این خیابون رو دقیق نمیدونم، ولی ما میریم سمت شهرداری، دور میزنیم تا پیاده رو میشه رفت دیگه تا اولش. این سمت دقیقا میخوره به بازار دهانه بازار، اون سمت باشه. این سمت دقیقا مستقیم ما خود میدون شهرداریه. این میدون بسیجه. سمت راست میره میدون سیغلان، سمت چپ هم که میره خیابون مطهری. خورده تو رشت توصیه کردم بولوار ضیاوری هم بود، فکر کنم آیت الله ضیاوری بود، من دیدم. اینم شهرداری زیبا. اینجا محدودیت ترافیک هم داره، فکر کنم به جز روزهای غیر تعطیله. اگه ما که اومدیم سمت چپ ما الان بازار شهرداریه. ولاگ حال هوای پاییزی و برفی و اینا گذاشتم، شروع ولاگ همه از این سمت بوده. کبابی ها همه تو همین سمت میمونن. ما اینجا دور میزنیم دیگه، جلوتر بسته است. اینم دقیقاً الان تو تصویر میبینین، اینم ورودی بازار از این طرف. هنوز بازار شروع نکرده، ساعت 9:46 است، هنوز زوده. ما اینو دور بزنیم بریم به سمت حاج بیشه و حاجی آباد و حاجی آباد، تازه آباد و
از دوستانی که تا آخر ویدیو رو میبینن، حمایت میکنن. اینجا خواهر ایمان فکر کنم جلوتره. این دست چپ خیابون تختی، مستقیم لباب اومدیم، اون مستقیم میومدیم از اینجا تختی در میومدیم. من خواستم این سمتم ببینیم. من ولاگ قدم زدن تو میدون تختی و فلسطین هم گذاشتم، تو پلیلیست شهر رشت هستش، لینکشو یادم رفت بذارم، معمولا یادم میره. دست راست میخوره میدون خیابون شریعت مطهری. مستقیم هم که میره جانبازان و رنگرود و لاهیجان و اینجا خواهر امامه. دست راست ما این محل سمساریا و اینا همه تو این لوازم آنتیکای قدیمی و سمساری و بهش میگم. ما از دست چپ اینجا اومدیم، یعنی 206 داره میاد، ما این خیابون اومدیم، خانه زرجو. سمت راست میره بولوار رسالت و میدان امام حسین. این میدان فتحی، مهدی فتحی. خیابون از یه تایمی به بعد الان بهتون نشون میدم دیگه راسته پارچه فروشا و چیزاست، مثلا پرده سرا و به قول مخواستم بگم معدن که یکی از دوستان کامل گوشون بورس پارچه و ایناست. البته تو حمیدیان هم هست، محله حمیدیان. امروز هم شاید رفتیم حمیدیان. بارون داره میزنه کم کم، هوا ابری بود، بعد شبنم داره میشه. خواستم دوباره یادآوری کنم به دوستان، گفتم من رشتی نیستم ولی 8-9 سالی رشت زندگی میکنم، تا جایی که بلدم رو بهتون توضیح میدم. اگه جای اشتباه گم نگید رشتی خودش بلد نیست، من رشتی نیستم. معمولا هم با ماشین این برابر نمیرم چون حوصله رانندگی تو رشت رو ندارم، هیچکی رعایت نمیکنه. معمولا با اسنپ یا پیاده یا تاکسی میرم. اینجا کمیته امداده، دست چپ ما. الان باید برسیم خیابون فلسطین. خیابون فلسطینه، دست راست ما. خود خیابون های معروفه، این با کلاس اینا رو نمیدونم ولی میگن خیابون فلسطین اینجاست. معمولا آدرس محمدن میگه بانک صادرات به درد میخوره که آدرس میخوای بدی بگو من جلوی بانک صادراتم، وگرنه هیچ چیز مثبت بانک صادرات ندید. اینم هم این راست دست چپ ما رو تعطیلن همشون، بورس همون پارچه فروش هست. اینجا هم گلزار شهدا یا همون بهش میگن تازه آباد. دست راست این گل فروشی ها رو میبینین، مزار و اینا. ولاگشو گذاشتم یه چون امسال که وقت نشد، پارسال رفتم. اگه دوست داشتین میتونید سرچ کنین آخرین پنجشنبه حاجی آباد، تازه آباد. این حاجی آباد تو کلم زبونم میاد. این پایین میره به سمت بالا میره، این پل جانبازانه. ما میریم پل جانبازان دور میزنیم سمت نیو دریایی نمیخواد بریم میدان امام حسین. این خیابون مستقیم میره
الان ما رو پلیم، دست چپ ما میخوره به انزلی و میدون فرزانه، دست راست هم میخوره نیل دریایی و جاده تهران و توشیبا و فلک گاز. مستقیم هم که میره سمت لنگرود و لاهیجان. ما میریم بولوار رو دور میزنیم برمیگردیم. یه بولوار جلوتر دور میزنم که باز دوستان براشون. اینجا قبلا ایستگاه تاکسی بود، تاکسی نه، این البته تاکسی زرد هست به سمت مازندران و گرگان فکر نکنم ببره. فکر کنم آخرین جایی که برای چالوس یا نهایت ساری بود باشه، خط زردیا. اینجا ایستگاه مینیبوس هم بود، ما دانشجو بودیم با مینیبوس می‌خواستیم بریم، جمع شده الان دیگه مینیبوس ایستگاهش نیست. اینجا هم حاج بیشه یا معروف به همون جانبازان. اینجا تقریبا بورس لوازم یدکی و نمیره چرا لوازم یدکی و مکانیکی و اینا، همین 1-2 کیلومتر. بگیرین یورو رانه فرمان دو دستی گرفته در نره. جو قبلا چند تا دور برگردون داشت، دور برگردون میبینید بستنش، گرفتار بودیم ما، انقدر ترافیک میشد. الان تقریبا تا اونجایی که ما میخوایم بریم 2 تا دور برگردون بیشتر نیست، بستن همشون. خواستم اول بیام ولاگ از اینجا شروع کنم، یه جوری چیز کردم دیدم جور در نمیاد که من دوباره برم و این بعد بیام جانبازان و لبه ها رو بگیرم دیگه. از میدون گلسار شروع کردیم، ما دور برگردون بعدی رو برمیگردیم سمتش. اینجا پمپ بنزینه، اینجا دیگه تقریبا نوشته اینجا راهداری رشت، اینجا دیگه تقریبا شهر رشت خارج میشه، انتهای شهر. این دور برگردون هم بستن، ما بعدی رو دور میزنیم. شهر رشت شهر بارانهای نقره‌ای. جاهای دیدنیش هم که من یه پلیلیست درست کردم، میتونید تو پلیلیست شهر رشت ببینید. از جاهای دیدنیش حالا از خیلی ها بپرسید میگن شهرداری و بازار رشت جای کوچیکی از دیدنیاش، واقعا دیدنیهاش حد نداره. شهرستان رشت منظورم، نه شهر رشت. خود شهر رشت همون کنار سبز میدون هست، پیاده رو کنارش که نزدیکیش خونه میرزا کوچکخان هست، بازار ماهی فروشان تو جاده خمام هست، ولاگ همشون رو گذاشتم. بوستان ملت، باغ محتشم امارات فرنگی، کاروانسرای شاه عباسی. الان رستوران بخش خصوصی دارتش، اول جاده امامزاده هاشمی. امامزاده هاشمی میخوایم بیایم، جزء شهرستانه دیگه، میگم جزء سنگر میشه، جزء بخش سنگره. پارک جنگلی سراوان، موزه میراث روستایی، ولاگشو گذاشتم چند وقت پیش. واقعا تو بهار و تابستون قشنگه، پاییزش هم بد نیست، ولی زمستون توصیه میکنم دلگیره اونجا، برای من دلگیره چون هیچ برگی نداره، زیبایی اونجا به برگای سبز. دیگه جاهای دیدنیش جیرسر باقر خاله، البته نمیدونم جزء پیر بازاره یا جزء خمامه. دیگه چیزی که حضور ذهن داشته باشم، تالاب عینک، چیز دریاچه سقالکسار، تلفظش خیلی سخته، همین سقالکسار میگه اگه بپرسی، یعنی املایی سقالکساره، الف داره. تو جاده امامزاده شریف. اینا جزء جاذبه های دیدنی
البته بازم هست الان شما لشت‌نشا و خشک بیجار اینا همه جزء شهرستان رشته، حتی ساحل هم داره. زیبا کنار جزء شهرستان رشته، اینا جزء جاهای دیدنش. اینم دوباره پل جانبازانه مستقیم که ما الان از مستقیم اومدیم از تازه آباد. ما پایین میریم دور میزنیم سمت میدون امام حسین و نیرو دریایی و دوستان میگن که شما این خورد سرعت میری و اینا. این سرعت من 50 تا دارم میرم. خب تو فیلم برداری خورده سرعت و فاصله هاش یه خورده قابل چیز نیست، قابل استناد نیست که من مثلا نزدیکی ترمز میکنم اینا. من سرعتم 50 تا میرم، معمولا هم آروم، معمولا که نه تقریبا آروم میرم. فاصله بین مثلا ماشینای کناری و اینا معمولا رعایت میکنم. میگم شاید شما تو فیلم خطا میری میبینین خاطر اونه. مستقیم که میریم میدون فرزانه و انزلی و گلسار، ما اینجا دور میزنیم میریم سمت نیرو دریایی و میدون امام حسین و توشیبا. این 7 سال پیش که باز بیشتر چون یادمه ما دانشجو بودیم رشت یاد می اومدیم اینجا. الان هم نمیدونم دقیقا نکردم ولی مطمئنا کمتر شده چون خود شهرداری هم میری خبر نیست. چون چیزای بساط کبابیای بجمعی کباب کثیف، کباب مگسی دود میگرفت، همه مشغول بودم با فلافل و چایی و اصلا یه بساطی بود. چون دود اینجا هم کنار بانک ملی و اون سمت هم ارزون بود، ارزون هم چیز بود، خیلی شلوغ بود واقعا. مثلا تو نمیخواستی هم کنارش رد میشدی بوش میخورد، گشنت میشد، حتما یکی دو تا سیخ باید میزد. الان اون شور و شوق نیست. مثلا ما اومد بودیم تازه رشت، خونم اون طرف معلم اون براست، از خیابون اصلی تا سر خونمون نزدیک 20 تا از این دکه های چیز بود، کبابی بود. همشون هم شده، مثلا گروه میرفتم پیاده روی ساعت 9 اینا همشون مشتری داشتن، یعنی همه داشتن میخوردن. الان اونجوری نیست، خیلی جمع شده یا خلوته، اون شور و شوق نیست. اینجا هم دادگستریه، اینجا دادگستری دادگاه اون بره دقیقات نکردم خدا کارمون تا الان نخورد. اینم میدون امام حسین، پل دارن میسازن دیویزیش سوار ما نشه. ما میرم یه چند تا پل غیر همسد ساختن. حالا دیروز من تو حمیدیان افتتاح شده بود، سمت جاده تهران بین میدان گیل و توشیبا هم افتتاح شده بود. بین فلک گاز و رازی هنوز افتتاح نشده، اینم مشغولن. یه دونم طرف مصلاست، مصلا ما بریم نمیرسیم اونجا هم هنوز درست نشده. اینم میدون امام حسین، چند هم یکی دو سالی داره اینجوری. ما الان سمت میریم نیرو دریایی. یه فروشگاه معروفیه، هایپر احمدی بهش میگن، اون دست خیابونه. ببینیم دید داریم یا نه. روشو بستن، اون سمت خیابونه.
آتش نشانی رشت البته چند تا داره، یه ایستگاهش اون سمت الان دست چپ ماست. آدرس میدن آتش نشانی، معمولا اینو میگن. این هم هایپر احمدیه، دقیقا دست چپ ماست. پارکینگ داره، خیلی هم شلوغه. اینا هم وایسادن، دمانم با احمدی کار دارن، راهنما هم نمیزنن. من از رانندگی بدم میاد، تو همه ویدیو هم گفتم من از رانندگی خوشم نمیاد. به عشق شما میام اینجا رانندگی میکنم، اگر من 100 سال دیگه اینجا بگم دلم تنگ شده بیام رانندگی کنم، دلم باشه میام اعصابم بدتر میشه. رشت رانندگی بخوای بکنی 100% اعصابت خردتر میشه، مگر اینکه کسی باشه که اعصاب دیگران خرد کنه. ما دیروز تازه از کاشان اومدیم، بعد اونجا از قم رد شدیم، ایران 16. نمیدونم دوستان تایید کنن یا نه، ولی باور کنین قم بدتر از رشت رانندگی میکنن، خیلی بدتر رانندگی میکنن. اینجا مثلا سرعت نمیرن، اینجا قانون رشت اینه که یه سوراخی پیدا کردی ماشین تو جا کن توش، این قانونه. ولی اونجا سرعت از من چیکار میکنن داخلش؟ اون 70 80 تا دیگه نهایتش، خیلی سرعت میرن. بلا ایران 16 دیدی این خورده فاصله بگیرید. اینم میدون نیردریاییه، سمت راست بیمارستان ولیعصر، دادگاه بسیج و پل عراق و اینا همه دست راست ماست. بلا قبلا گذاشتم. میدون فرهنگ هم راه داره. دست چپ ما اون سمت میدون هم میره به سمت میدون گیل. نگاه کنین شما، این 100% رشتی، حالا پلاکش تهران هست. اینجور رانندگی از رشتی ها برمیاد. اما هم چیکار میخواد بکنه؟ من میگم رشتی یا نه رشتی اصیله ها، چون من خودم مثل خودم خود رشتی کم داره، همشون مهاجرن، منظور از شهرهای دیگه است. پلاک 46 منظورمه. ما داریم این بریم، خودش هم نمیدونه چیکار دارم. بیا حالا رفت اونور. شما معمولا توی یه جمعی قرار میگیری، مثال میگم مثلا یارو سیگاریه، همشون مثلا 10 نفر سیگار میکشن، شما یه نفر اصلا سیگار نمیکشی. خیلی کم پیش میاد یه نفر سیگاری نشه. اینجا هم همین جوریه. اینجا مثلا شما راه اندازی بعد از مدت دیگه همراه جماعت میشی. تو ساختمان بزرگ میبینید نام مصلی دست چپ ما. الان چند ساعت دیگه به خاطر نماز جمعه میبندن اینجا رو. این هندونه کیلویی 15 تا 20 تومن، میلیون هم زده 25 تومن. اینجا بهش میگن میدون توشیبا، اسم دیگه باید داشته باشه. دست راست میره میدون فرهنگ و میره مستقیم به شهرداری، دست چپ هم که جاده تهران و میدانگیل و رودبار و منجیل و نمیخوایم این دست چپ باید بریم قزوین. ما مستقیم میریم سمت ملکه گاز، میریم این برم یه دور میزنیم بعد دوباره میریم. جمعه بازار رشت که براتون بلاک گذاشتم دوبار تو میدون فرهنگه، یکم جلوتر میریم میشه انتقال خون. حالا میریم بهتون میگم. سمت چپ ما خیابون منظری است، جز محله‌های با کلاس و معروف رشت. اینم هتل پردیسه سر نقش. اینجا منبار دخانیات بود، الان دست راست ماست. الان فکر کنم تعطیله کلا، دخانیات دیگه تقریبا نداره. اینجا رو
روزای برفی گرفتم، ولاگ برفی تو رشت، همینجور توضیح دادم بهتون، اگه دوست داشتین میتونید نگاش کنید. رانندگی تو رشت برفی. جمعه بازار رشت این سمت راست ماست، 500 متر 400 متر میری شروع میشه. ما این میدون میخوایم برگردیم، زیاد با اونور کار نه، چون بریم اونجا گیر میکنیم، ترافیکه. میدون فلسطین و پل عراق و اینا هم دست راست میره، مستقیم هم که میره به شهرداری. این مستقیم همینجا، این لاین مستقیم برین بخور به میدون پرستار و خیابون پرستار و بیمارستان پورسینا و اینا همین راست. ما این بولوار رو دور میزنیم دوباره بریم. ولاگ رانندگی از لوشان تا رشت رو گذاشتم براتون، دوست داشتین نگاه کنید. من توضیحات دادم از جاده همین مستقیمی که میخوره به ولاگ رانندگی زیاد گذاشتم. این دست چپ ما الان چیزه از اینا هم هست، خوابگاه بچهای دندون پزشکی، یه کلینیک هم داره، معاونت آموزشی هم الان اومده اینجا. قبلا همشون روی ورزشگاه آزادی بودن. اینجا هم چله کبابی محرمه، رستوران های معروف رشت. البته من خودم تا الان نیومدم، دوستانم گفتن دیگه مثل کیفیت قبل نداره. فقط خواستم بگم قضاوت با خود. اینجا بیمارستان از برم راه داره، بیمارستان حشمت، بیمارستان قلب رشت از این کوچه راه داره، جلوتر هم شفا هم اونجاست، بیمارستان اعصاب و روان. مستقیم هم که جاده تهران بود، توضیح دادم بهتون. یه بار اومدیم ولاگ رانندگی گرفتیم، به 20 دقیقه نیم ساعت توضیح میدادم، اینجوری واسه خودم حرف میزدم، چی میکردم. فکر کنم آستانه اشرفی هیچی. بعدا متوجه شدم این دکمه چیز رو نزدم، دکمه ضبط رو نزدم. نیم ساعت الکی صحبت کردیم و چرخیدیم و اینجا دست راست ما دقیقا بیمارستان حشمت قلب و اعصاب روان شفاست. دست راست ما کنار میدون توشیباست دیگه. میدون بعدی میدون فلک گاز، بعدی میدون رازی یا یه اسم دیگه هم داره، قانون چی دیدی جا بده، یکی داره بغل ما از سمت راست اجرا میکنه. همین بود 46 دید نمیتونه بیخیال شد. فلکه اسمش رازی، اسم دیگه هم داره. این مقبره چیز اونجاست، مقبره میرزا کوچک خان سلیمان داراب بهش میگن. بیمارستان عفونی رازی هم همون میدونه، خاطر هم بهش میگم میدون رازی، ولی اسمش چیزی دیگه است. الان میخونم براتون. ما هم میگیم رازی ولی میگم تو نقشه شاید چیزی دیگه نوشته باشه، ذهنم رفته اونجا.
خیابون ماشین داره میلرزه، فکر کنم صداش بیاد بهتون. این دوربین نمیلرزه بخاطر لرزشگیر دوربینه، یعنی جاده اینجا داره بندری میزنه واسه خودش. به قول دوستان این سمت چیز میره، اینجا فلک گازه. از چیزهای مهم اینجا یکی ورزشگاه ازودیه، دانشگاه علوم پایه است، هم دست راست سر خیابون انزلیه است. ساختمون چیز علوم پزشکی اینجاست، قسمت اداری علوم پزشکی، اسمش چیزی دیگه بهش میگن. تقریبا همه با فلک گاز یه خاطره‌ای دارن. دست چپ هم میره به مسکن مهر و لاکانشهر. اینجا هم پمپ بنزین داره، پمپ بنزینش کوچیک. هنوز بیدار نشدن، حتی جمعه است، کلا خلوته. تا عصر که از خارج شهر برگردن، دست راست ما رو نگاه کنید، یه دونه دینا میخواد سبقت بگیره. کم آورد وایستاد، نزدیک بود بزن. اینجا همون پله رو گفتم نساختن، این هنوز افتتاح نشد. این خیابون رو یادم نیست به کجا میخوره. این یه دونه رو از من قبول کنی، من بلد نیست، نرفتم دارم. فکر کنم بغل باغ محتشم باید در بیاد، فکر کنم اگه تو ذهنم باید باشه، چون همین حدود هست. اینم فلک رازی، ببینیم اسمش چی بود. سمت چپ راست که میره به خیابون ضیابری و اینا رو تو چیز برف گرفتم، روز برفی، من یادم اومد. این جاده جیرده، من یه بار اشتباهی گفتم جیرنده توی جاده چیز رودباره. یکی دوستان اصلاح کرد گفت من، ببخشید من جیرده بود. سمت چپ میره به سمت راهن و میدونش بسه اسم راهن و این بیمارستان رازی دست راستمونه. بریم یه دورم رازی بدیم. میدونش ولی متوجه نشد. راهن و شفت و با این ساغرکسار و این ورزشگاه سردار جنگل، اینا اون سمتی بود. بیمارستان رازیه. ما اینجا دور میزنیم میریم. من برم حمیدیان یه دونه بگیرم، یکی قول دادم خیلی وقت نگیرم. وایس میخواد گوشی دستشه. این بیمارستان عفونی رازی. ما کارآموزی اینجا می اومدیم، خاطرات بد داریم. هر روز صبح، یعنی بلا استثناء، هر روز صبح یکی رو می آوردن اینجا قرص برنج خورده میمرد. اصلا صبح ما با قرص برنجی شروع میشه. متاسفانه قرص برنج هم میخوری، آب بخوری بدتره، هیچ مایات نباید بخوری. خودکشی میکردن میمردن اینجا. یعنی هر روز صبح با گریه و بدبختی شروع میشه. ما دست راست میریم به سمت باور، بازم اسم نداشت.
اسم چیزی داره معروفیه، مثلا به جای فلک هدایت انسانو بگیم شخصیت معروفی، چیز معروفیه اسمش یادم نمیاد. اینم از من قبول کنین. اگه یادم باشه سرچ میکنم اونجا تایپشو میذارم، فارسیشو مینویسم براتون. یادم میره نگه بلد نباشین، ذهنم نمیاد نمیشه. این میدونم یا این خیابونم میخوره به یخسازی. خیابون یخسازی که دیگه واقعا این معروفه دیگه. خیابون یخسازی میره به سمت جاده فومن و سومسرا و اینا. فکر کنم اسم شهدای گمنام باشه. به یخسازی معروفه. کارخونه یخسازی نمیدونم هست بود. ما که ندیدیمش. خاطر به یخسازی معروف. اینجا هم دور برگردون دارن، ترافیک به خاطر اونه، هم دور برگردون داره، هم به سمت حمیدیان چون میره. این فرصت شد من چیزو میرم براتون سبز میدان پیرسرا ببینم وقت میخوایم تا اونجا بریم. شاید هم تصادف شده چون معمولا خوشش نمیشه لنگرو، بالا نمیشه لاکی در زنجان. اینجا دور برگردونه، هم اونفری به حمیدیان داره، هم یه خورده جاده فکر کنم تنگ میشه. این پل رو زدن جاده تنگ شده، این ترافیک به خاطر اونه. توضیح بدم این یخسازی کنارش این پارک دانشجو چیز تالاب عینک و بلاگ پارک، این پارکای رشت همه بلاگشون رو گذاشتم من تو پلیلیست شهر رشت، میتونین پیدا کنین. حتی قدم زدن تو خیابون چیزم گذاشتم منظریه، ما رو یادم رفت بگم. تو پلیلیست شهر رشت تقریبا همه جا رو رفتیم، رانندگی تو گلسار و قدم زدن تو گلسار. اون تو گلسار دوباره باید برم، یه بروز باید بکنیم. چراغ قرمز داره. دانشکده پرستاری ماهی رشت هم همینجاست، هم کنار پارک دانشجو، بخاطر همینش میگن دانشجو. بعد چیز هم کنارشه اون سمت، البته داناعلی و بوستان مفاخر، پارک مفاخر هم اون سمتشه. این مستقیم یادم باشه بهتون بگم این پل غیر همسط مستقیمش هم میره سمت میدون جهاد. ما برسیم اونجا فکرشو بکنیم الان جمعه ساعت 10:22 است. فکرشو بکنین روز عادی چقدر اینجا ترافیک.
تقریبا رشتی ها 10-10:30 بیدار میشن، همشون میرن سمت خارج شهر، ماسوله و اومن و شفت و از منظری و خیلی ها میرن شرق گیلان. یعنی شما شب ساعت از غروب 7:30-8 ترافیک شروع میشه، دارن این چیزو میسازن اونجا. گفتم این جاده رو تنگ کردن واسه هم. ما جاده رو بستن اصلا. دیروز ما اینور اومدیم اینجوری نبود. باز خوبیش اینه که رشت معمولا این جمعه این تعمیر بندی ها رو اکثرا هم جمعه انجام میده. بازسازی پل و دیدم جمعه بیشتر کار میکنن، بسشون دارن. زیاد وارد نیستم، بعد اونجا چند بار رفتیم پارچه خریدیم. هم میریم توضیح میدیم. حمیدیان بچه ها حمیدیان. میدان شهید تندرو. رشتی خورده به ترمز زدن اینا اعتقاد ندارم. میدونی یارو میدون رو کلا ایران همینجوری یا قانون تو خری من از تو خرترم اونجا اجرا میشه. دو سه تا تاوانی پارچه داره، ما با خانم میایم پارچه میگیریم، خیلی قیمتاش خوبه. خواستیم اومدین رشت پارچه بگیرین اینجا دقیقا اون سمت بلواره. این حاجی برو دور اونو نظر سر داره. بابای خودم پیگانبانت داره. این پیگانبانت معمولا مثل نیسانیان قانون رعایت چه میگه گوش نمیده. بولواره اسمش یادم رفت، بسیج اسمش، چون بسیج مخلص. اون پارچه فروشی اون دسته، ما الان بولوار رو دور میدهیم برمیگردیم. حالا این پارچه به قیمت مناسب بگیرین همین راسته، هم تنوع زیاده، تنوع واقعا زیاده. اونجا براتون هم میدوزن، بعضیشون خیاطی هم دارن. ما همین دور میذاریم برمیگردیم، چون معمولا محلا رو نمیگیریم. چون به دوستان قول دادیم دلشون نشد. اون سمتم دوشک و اینا زیاد دارم، وقت خواب دوشک قیمتاشون هم مناسب تولیدی هنه انگار یادم اومد. اگه تا اینجا دیدیم ولاگ ما رو یه قلب سبز بذاریم ما متوجه بشیم عزیزانی هستن که تا آخر که نیست، تا اینجا ولاگ ما رو دیدن انرژی بگیریم. به عشق شما میگیریم. نه میدون القدیره. این دست هم میریم یه چی میزنیم، یه دور میزنیم
میرید سمت یخسازی. بزرگوار راهنما میزنن خب از حال مفتون اونم راهنما زد. رنگ نداشت. محله جالبیه. نزنم با ما اینجا در بیریم. نخواست خوش میاد میره راهنما نمیزنه. برای ولاگ دستشون به راهنما نمیده. محل میبینید آسفالتش رو میبینید ماشین برید تو فیلم نکنم زیاد مشخص بشه. این ماشین چپ و راست میشه چون مرکز استان ها تو و محلهای دیگه هم همین اون چالا رو وای وای وای. چیز اینجا درآمد زیاد داره. ساختاری نقاشی و جلو بندی سازی کلا دونشون تو روغنه. حتی کل ایران همجوری ها. جای دیگه بهتر نیست. ولاگ چاف ما رو اگه دیده باشین چمپاله و چاف دیدین 15 سال پیش ما دیدیم اونجا آب جمع شد. هنوزم اونجا آب جمع شد. چه درستش نمیشه. میدان القدیر بچه ها. میدان القدیر بچه ها. بچه ها القدیر. من اینجا فکر کنم یه بار ماشین آوردم. ماشین نمیارم. استم میگیریم چون غروبا میاد اینجا جاپارک پیدا نمیشه. اینقدر جالبه جاپارک شما تای بولوار با پارک. این محله به نسبت محله‌های دیگه یه خود قیمتش ارزونه. دلیل و علتشو نمیگم فقط میگم که ارزون تر. دیدین قیمت های حمیدیان مثلا با جای دیگه خورده اختلاف داره تعجب نکن. این هم اون پلی که ما اومدیم. ما دست چپ میریم سمت یخسازی. برگردانش رو بردم جلوتر گذاشتن. اینجاست. همشهری ماست بهتر از آشتی رانینه. اینم پل یخسازی. الان پارک دانشجو دقیقاً دست چپ ما اون پل هوایی میره. ولاگشو میتونیم ببینید. یه پارک باحالیه. خیلی باحاله. بخاطر اون دریاچه‌ای که داره من خوشم میاد.
ایران شهدای گمنام، تقاطع غیر همسد شهدای گمنام. شما دست چپ میره به سمت جاده فومن و جاده فومن و سومسرا و غرب، راست هم که میره به سمت سبز میدون و وایساده میره پل خشتی چمارسرا نیدمش. داره قهوه میخوره پشت فرام. این مخابرات هم اینجا بود، مخابرات رشت. الان جلوی ما پمپ بنزین دانا علیه، جای پلی هست، اون سمتش هم این پارک مفاخره. ولاگ پارک مفاخر هم براتون گذاشتم. اینجا بازار باحالی داره، سکرانه ها میزنین همتون، ما خراب میشه چی داریم میگیم. این محله اسم چمارسراست. آره دیگه کنار این خونه اینجا این پل راه داره به اون سمت جلوتر ببرش. پل رو اونورم یه پل شبیه این هست، نه از اینجا نوشته ضیابری و دفاع مقدس و این هم که دانا علیه. مستقیم یخسازی هم میرم میدون جهاد و گلسار و گلباغ نماز و اینجا امروز کنکور هم فکر کنم هست. آره بازار میبینی خانم‌ها بساط کردن. جمعه میاد جالب، جمعه تا ظهر. من یه بار اومدم بعد از ظهر دیدم خبری نیست، من فیلم بگیرم. این بازار دهانه سامه، بهش میگن خیابون سردار جنگل. یه دورم اونجا میزنیم کیبک. میبینین محصولات محلی میونه. خانم‌ها خیلی بازار شلوغ هم هست، جمعه صبح نمیتونه انقدر شلوغ. ولاگشو گذاشتم، هم تو بارون گذاشتم، روز بارونی هم روز آفتابی. خواستیم نگاه کنید، خیلی بازار باحالیه. ماهی همه چی هم داره، حتی مرغ محلی هم داره. میگم بازار دهانه سام. این چقدر شلوغ هم هست ماشاءالله. این برای این موزلی فقط داره این جاپار گیریم. ما هر موقع فیلم بگیرم تو کوچه موچه ها گذاشتم. خیابون میرزا کوچک خان. میبینیم بازار شاید شلوغ هست. ترف هم دارم به قول اشتیا ترف. چون رسید انداخت وسط خیابون. سبزی گرفته سرخ کنه میشم. میبینیم بازارشو. من خودم این خیابون اولین بار با ماشین میرم. بریم ببینیم کجا میرسیم. مالجه باید به متحری وصل شه. این من تو ذهنمه.
خیابون رو برمیگردیم میریم سمت سبز میدان و استاد سرا. یه بارم تو استاد سرا بریم، نرفتیم با ماشین. این خیابون باید بخوره به همونجا که گفتم نمیدونم، احتمالا بخوره به همون که خودتون میدونین. سر داریم. برو بریم کجا میخوایی بری؟ سر داریم. لای میشه. دو شخص ها کوچه برسیم. من میخوام غور نزنم، نمیشه. باورتون میشه چقدر جلوی خودم میگم فوش ندم، مؤدب باش. این خیابون دوباره بریم شمونی. شیشه ساختم ممنوع هست. اینا چجوری میان؟ اشتباه اومدیم؟ از این اینجا نمیدونم عطا آفرین نوشت. بریم ببینیم چه خبره. من تا حالا با ماشین من نیومدم، دقت نکردم. اینجا پارکینگ هم داره کوچیک. گربایی رشت هم خوشگل خدایش. اسم این گله رو نمیدونم. الان این جزو جاذبه‌های گردشگری شماله. می‌بینی قرمزه و اکثر جا بنفشه. نمیدونم اسمش، گل کاغذی فکر کنم اسمش چیزی. می‌بینی چقدر خوشگله. قرمزش من تا الان ندیدم. کبوترهای حرم. داره دنبال نقشه میگرده. بریم از یه جا در میاییم. اگه زیاد بیراه بود این تیکه رو حذف میکنم. شما البته اینا رو نمیشنوید. نه با هم میریم. محلش رو نمیدونم. دست چپ بریم. راست باش. خیابون دفاعی مقدس دارم. با تحلیلش کنم جلو. اینجا چجوری اینجا دارم؟
دست راست میره زیاوری. این مستقیم میره باغ محتشم. چه جایی دارم میبرم که میره سبز میدان. ما بریم این سبز میدان رو بگیریم. اینم بولوار آیت الله زیاوری. این که لاکانی بولوار لاکانی زیاوری اون دست اول اومدیم دست راست. جایی دارم برام تحلیلی سخت هنوزم. بریم آخه ما بریم استاد سرا پیرسرا استاد سرا همون قضیه که اینجا هم سبز میدانه. اینجا معدن که نه دوستان، گفتم بورس کامپیوتر و موبایل و وسایل الکترونیکی چاپگر و مابگر. سبز میدان این هنوز خلوته. ساعت 10:44 دقیقه است. تقریبا یه ساعتی شده بلاد. اینجا بعد از اون قلقله است. قلقله. اینم که پیاده روی علم الخدا. اینم فروشگاه نجمه. این قدم زدن شبانه‌شو گرفتم اینجا براتون اگه دوست داشتین ببینید. اون روز جشن نیمه شعبان بود، جد آتش بازی و همه چی هم بود. اینم پیاده روی علم الخدا که میخوره به شهرداری. سینمای 22 بهمن این تعطیل هست. اینجا بعد از 2 صف وایسادن برن تماشا. این هم حاج آقا دارن شطرنج و سنگ بازی میکنن. بچه‌ها میگن قمار هم میکنن، پولی میذارن مزه بده بازی. نه حالا میلیاردی میلیونی 10,000 تومان 2,000 تومان 10,000 تومان بازی هیجان انگیز میشه. اون الان خیابون رد شدیم، اون بعد میریم سمت معلم و اینا. ما میخوایم بریم این سمتی. یادم رفت چی بود؟ پیرسرا. قد سرا داره. اینجا صنایع دستی‌هاش هنوزم باز نکرد. اینجا معدن که نه، بورس صنایع دستی. می‌بینی یکی دو تاشون باز کردن. پلیس امنیت اقتصادی. این به جز حمیدیان دومین محله است من تو رشت دارم فیلم میگیرم. معمولا محله ها رو نمیرم. خونه‌های قدیمیش هنوز هم هست. می‌بینید این دست چپتون این خونه است. جلوشو فقط حصیر زد. حصیر که نه، تخت است. پلاستیکی رنگ داده. قهوه خونه باحالی بود. قهوه خونه عطاری بود. قهوه هم آب جوش داشت. نکته جالب اینجا کم بگم بخندین. میگه هر ترکنم چیست؟ میگه ضربه روحی رشتی پیش از دعوا به حریف میزنن. یعنی تو رو میترکنم. رشتی ها دعوا میکنن
بزن نیست، داده سرصدا و فوشه. خدا رو شکر. میاد بیرون میگه ترکنم، این مثلا تو رو میزنم میتر کنم. اینجوری یه ضربه روحی که رشتی پیش از دعوا به حریف وارد میکنه. قدیمی هست ولی هر موقع میگیم خنده داره. واله جو پرتقال تازه هم داره. از به ما نزنیم ما میریم تو خیابون هست. این خیابون مستقیم و الان میرسه به سبز میدان. این بازارستان الان پشت سر ما. شما بنزینی میاد. باتری تموم شد، مجبور شدم باتری رو عوض کنم. مستقیم میخوره به سبز میدان. دست چپ ما میره قربال معلم و میدون معلم و میدون جهاد و بریم این سمت. بلاگو تقریبا تموم شد. من یه ورود ممنوع همه اینجا دور میزنم. اعتراضات 1401 هر کلیپی من اومد از این خیابون بود. خیابون معلم بود. بولوار معلم. این دست راست ما میره به محله خونه میرزا کوچک خان. اصلا چمارسرا بودش. چی میگم؟ این محله رو یه خورده قدیمیاشو یادم میره. میدون قبلی میدون معلم بود، این میدون مادره. آسانداری گیلان تو دست راست خیابان، دست راست که شهرداری هم راه داره، میخوره به بیچ سعدی و خیابان سعدی و پلسار. این ماشین جلویه که ترمز نداره، اینجا میره گاز. اینم میدون مادر بود. میدون بعدی میدون جهاده. بخش جهاد نه، شهید سرگل. میدون جهاد اومد. دیگه چیزی ذهنم نمیرسه. محله علی آباده بهش میگم. اینجا مرکز قلب نور اینجاست. کارتون خدای نکرده به چیز قلب رسید همینجاست. دست راست ما. این هم میبینیم برگر زغالی. اون هم سمت هم 2-3 تا هست. یکی اینجا غروبا اینا دارن، اینجا کباب برگر. اینجا قبلا خیلی شلوغ‌تر بود، الان این برگر زدن تو کار برگر. خود گوشت گرونه. تو برگر میشه گوشت کله گاو هم ریخ ارزون‌تر در بیاد. مثلا گوشت که 700 تومنه، گوشت کله گاو 350 تومن. حالا با اون یکم دنبه و بمبه و اینا قاطی میکنن، اقتصادی تر میشه. نه که گوشتش بد باشه، قیمتش کمتره دیگه. مثلا یارو گوشت 700 تومانی میخواد بریزه 350 میریزه، قیمتش میاره پایین، مردم هم استفاده. این بازم برگر اون سمت هم هست، خیلی داره این دیگه. اینم خیابون رشتیان. البته این شمسی پوره میخوره به رشتیان. اینجا محله ماست. این اول خیابون کباب بابک بود. من یادم رفت توضیح بدم. جز کبابی های معروفه. ارزون نیست. شما بگید کبابی ارزون نیست، ولی با کیفیت هم چیزیه. تقریبا پولی که میدی همونقدر میخوره. اینجوری گرون هم اونجوری نیست. بفکر مثلا سینی کبابش 2 نفرش بکنم 1,200 الان هم چیزی
دو نفر قشنگ سیر میشن ها، دو نفر آدمای بخور بیری سوسول بازی هم. اینجا هم کباب بیتی داره، اون داغ کباب داغ، اون سنگک میده با چیز. اینجا هم دوست داشتین یا دقیقا اینجاست. اینجا کباب بیتی کوبیده در چشم مشتری، در جلوی چشم. این هم خیابون رشتیان معروف، خیابون معروف رشت. دست مستقیم که میخوره میدون جهاد. ما ولاگ تقریبا همجا تمام میکنیم. امیدوارم که لذت برده باشین. لایک و کامنت و حمایت فراموش نشه. ببخشید تا صحبت کردم، غر زدم دیگه، واقعا تو فشارم، نمیتونم خودم انقدر نگه دارم. به هر حال شما ببخشید، از رانندگی دیگه هم اعصابم خورد میشه. این امیدوارم که خوشتون اومده شه. این خیابون هم که میخوره میدون جهاد دست راست میخوره به گلسار، دست چپ میخوره به یخسازی و داستان که رفتیم. برعکس خیابون میخوره به بولوار ضیابری و چیز دفاع مقدس و اینا. من بعد اونوری میکشیدم تا میدون جهاد اومد. این خیابون هم اسمش خیابون شاید قلیپوره. یخسازی وصل میشه به گلسار و گلباغ نماز و اینا. یعنی کسی از فومن بیاد میخواد بره انزلی، باید این خیابون رو حتما از اینجا بیاد، جای دیگه نه. نزدیکترین راه همینجاست. امیدوارم که لذت برده باشید. من این بری میرم خونه. روزتون هم بخیر باشه. خداحافظ.